بسم الله و صلات و سلام علی رسول الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان گرامی، چنانه که به شما وعده داده بودیم که به سوالهای شما کوشش کرده جواب میدهیم و در نوار گذشته یک چند دوستان سوال داده بودند. از جمله آنها یکی از دوستان پرسیدند که آیا خریدن سهمیه ها، اکسیه ها درست است یا درست نیست. خب امروز در عصر 21 هر یک انسان میتواند با طریق آنلاین اکسیه های دلخواه شرکت ها را خریداری نماید. آیا خریدن سهمیه های چنین شرکت ها درست است یا درست نیست؟ انشالله در این برنامه مختصرا میگوییم و چنانه که دیده ایستاده دوستان، این برنامه یک سلسله برنامه درباره اقتصاد اسلامی و هر تجارت های آنلاینی شده ایستاده است و کوشش میکنیم به هر یک سوال های شما جواب گردانیم. شما هم همچنین دوستان عزیز یک کمی فعالتر باشید، نوارها را برای دوستانتان روان کنید تا اینکه شما هم سهمگذار باشید در پهن نمودن سرمایه گذاری حلال و تجارت های حلال، تا اینکه رزق و روزی ما و شما حلال و پاکیزه باشد. با طریق حلال مبلغ ها را به دست بیاریم دوستان عزیز. و الحمدلله امروز جوان ها پرسیده ایستادند، میپرسند که آیا درست است یا درست نیست. درباره کریپتوالوتا صحبت کردیم، درباره فارکس، حکم فارکس صحبت کردیم و در این برنامه انشالله درباره خریدن سهمیه ها یعنی اکسیه ها صحبت مینمایم. انشالله در برنامه آینده درباره وایلدبرریس، آیا کار کردن با طریق وایلدبرریس مارکت پلیس درست است یا نیست صحبت مینمایم انشالله. و اصلا باید مسلمان چنین باشد، چنانه که در روایت صحیح از عمر ابن خطاب رضی الله عنه آمده است که حضرت میگفتند لا یبع فی سوقنا الا من تفقه فی الدین، یعنی خرید و فروشی نکند در بازار ما مگر انسانی که از احکام شریعت، از احکام خرید و فروش آگاه است، آن را تعلیم گرفته است یا پرسیده است، میداند حرام و حلال را. اگر انسان وقتی حرام را از حلال جدا کردن نمیتواند، حتما به ربا دست میزند، ربا میخورد، مال حرام میخورد، رزق و روزیش با طریق حرام میشود. و الله تعالی هر یکی ما و شما را از حرام نگاه دارد و رزق و روزی ما و شما را با طریق حلال، با سرمایه گذاری حلال و با تجارت حلال نصیب گرداند. خوب میگذاریم دوستان عزیز به خریدن سهمیه ها. دانشمندان ما و شما یک چند سال ها پیش نشسته هیئت ها تشکیل کردند برای ما و شما هر کاری که تجارتی است، اقتصاد اسلامی است، از طریق بانک ها است، از طریق آنلاین است، معیارها یا گویم استانداردها گذاشتند. یکی از همون هیئت هایی که سال 1990 در بحرین تشکیل شده بود، این هیئت ایافی می باشد که با زبان عربی هیئت المحاسبه و المراجعه للمؤسسات الاسلامیه. دانشمندان این هیئت را تشکیل کردند و برای ما و شما معیارها گذاشتند. اگر ما معیارهای خریدن اکسیه را بینیم، اکسیه ها مختصرا به 3 قسم تقسیم می شود موافق آن معیارها. یکمینش اکسیه های شرکت هایی که خریدن آن جایز است، درست است. دومینش اکسیه های شرکت هایی که خریدن آن حرام است، قطعا درست نیست. و سیومین قسمش این است که مختلط است، یعنی آمیخته با بعضی مال های شبهناک است. خب اولینش چنانه که گفتیم درست است، جایز است. آن کدام شرکت ها است؟ هر یک شرکت هایی که فعالیت آنها حلال است یا با محصولات های حلال مشغول هستند یا محصولات های حلال را استحصال میکنند، خریداری نمودن اکسیه های چنین شرکت ها درست و حلال می باشد. خب دومینش گفتیم حرام. کدام شرکت ها است؟ هر یک شرکت هایی که فعالیت آنها حرام است. مثلا بانک ها با طریق پراتسنت، با طریق ریبا معامله میکنند، خریداری سهمیه های آنها درست نیست. و هر یک زواد و فابریکه هایی که محصولات های حرام را استحصال میکنند، مثلا زواد و فابریکه هایی که خمر یعنی عرق استحصال میکنند، خریدنی سهمیه های آنها درست نیست. یا مثلا شرکتی که با پرورش حیوان هایی که گوشتش حرام است با همون مشغول است، خریداری نمودن سهمیه های چنین شرکت ها قطعا حرام است و درست نیست. خب سیومینش سهمیه های گفتیم مختلط یعنی آمیخته. اصلا کدام شرکت ها هستند؟ اصلا شرکت هایی که فعالیت آنها حلال است یا محصولات های حلال استحصال میکنند آنها، مثلا تلفن استحصال میکنند یا
ماشین استحصال میکند، یعنی محصولات های حلال استحصال میکند، اما یک کمتر مبلغ آنها با طریق حرام، با طریق ریبا شده است. سرمایه گذاری آنها با طریق حرام شده است. مثلا از بانک با پرسنت قرض گرفته است برای تشکیل کردن همون شرکت یا زواد و فابریکاش، یا اینکه یک مقدار فایده از فایده خود به بانک با پرسنت قرض میدهد، یعنی که یا قرض پرسنتی حرام گرفته است یا پولش را با حرام به قرض میدهد، با پرسنت به قرض میدهد. خریداری نمودن سهمیه های چنین شرکت ها با یک چند شرط ها درست است. یکم شرطش این است که باید قرض آنها از 30% زیاد نباشد. اگر از 30% زیاد باشد خریداری نمودن سهمیه آنها درست نیست. اگر از 30% کم باشد درست است، به شرطی که انسان باید مقدار مال حرامش را تازه کند. با زبان عربی آن را تصفیه میگویند، با زبان روسی اچشینی میگویند. یعنی انسان میبیند همون شرکت چقدر مبلغ گذاریش با راه حرام است. اگر 10% باشد 10% فایده ای که به دست میبیارد همون را باید تازه کند، به یگان نفر برآورده دهد و برای خودش استفاده بردنش درست نیست. با این طریق، با این طرز خریداری نمودن سهمیه های چنین شرکت ها درست می باشد. خوب، این مختصرا بود کدام شرکت ها را خریدن درست است سهمیه هاش را، کدامش را درست نیست. شما می توانید هر یک سوالی که دارید درباره تجارت باشد یا درباره سرمایه گذاری و اینوستیسی حلال در صفحه بنده در اینستاگرام @علای منانی سوال های خود را نویسید. ان شاء الله کوشش میکنیم به قدر توانایی به سوال های شما جواب دهیم. الله تعالی نگهبانتان باشد و الله تعالی همیشه هر یکی ما و شما را به خیر موفق گرداند.